سلام به برعکس یوتیوب. سوال اقتصادی هستم. امروز با رضا فرشته. قبل از اینکه شروع بکنیم، من همه میدونین که مامان آریا رو خیلی دوست دارم و یه دروغ نگم مامان رضا هم خیلی دوست دارم و همیشه داستانی دارم. این تیشرتو که میپوشم النا شاکی میشه، هم میگه این باز یاد مامان رضا کردی، مامان آریا کردی. گفتم آقا از امروز من دیگه 2 تا اش دارم، یه دونه اس اینجا اضافه میکنیم. I love my girlfriends. چطوری بیبی؟ یو 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 سوال مال منه، مال تو هم توی مال من. چک چک بدون تو دیگه چه کنم، شب و روز و روز و شب توی مال من. چک چک بدون تو دیگه چه کنم، حالا اینجا را بام بام بام. النا النا هی بابا امشب و نه النا النا هم مادر ما رو کرد تو 3 ثانیه اول ویدیو. بعد میگن چرا با این بد حرف میزنی. دهنت سرویس. یه ویدیو برام فرستاده بود بچه‌ها با کامرون کارتیو. خب ما تو بچگی با این موزیک ویدیوهای خود استمنا می‌کردیم، نه به خاطر هنرش، به خاطر مدلایی که می‌آورد میرقصوند. واسه من همیشه فن کامرون بودم. داداشش هم الک کارگردانه. بعد برای من یه ویدیو فرستاد کامرون بیبی، هرچی فوش خواهر مادر بود بدم موقع دادم. من موقع داشتم آهنگ چیزی گوش میدادم، بکی بکی سوگند که من نبودم یک جایی بود. گفتم در سریس با آرتیستای فیوریت من داره استخ پول حال میکنه. آقا شما چرا طبقه الیتی؟ آقا اتفاقا به کامران گفتم یه ویدیو بگی، تحویلم نگرفت. رید بهم. آقا تو که داشتی تو ویدیو ترتیبش هم میدادی، چجوری تحویلت نگرفت؟ نمیدونم. بعد فراش دادم آقا میام ویدیو بگیم، جواب نداد اصلا. فکر کنم النا اونجا بود. نیده بود هنوز. خب اوکی، حتما با خودت مشکل داره. بسیار سوال، من یه چیزی به ذهنم رسید، باور نمیشه. تو همین 2 دقیقه که خواستیم ستاپ بکنیم بیایم بالا. ببین یه چیزی وجود داره، میخوام جدا ازت بپرسم. واقعی من تو بچگیم به خاطر اینکه ننه و بابام باید مثل خر کار میکردن هزینه‌های منو بدن، واسه من اینا رو زیاد نمیدیدم. ما رو به صورت فله‌ای مثل قلاده حیوانات همه تو خونه بزرگ مادر بزرگ و اونا پولدار بودن، ما همه اونجا بودیم. یعنی اون حالت رو من نداشتم که میخوام ازت بپرسم. تو جنس جوره، هم دختر داری هم پسر داری، هم دقیقاً چیزی که داری به بحث واقعا مربوطه زن خوشگل داری. بعد این سوال برای من پیش میاد که تو خودت تا حالا چیزی در مورد چی میگن اودیپوس کامپلکس میدونی؟ نه من منتظرم اینجا به من فوش بدی. نه به خدا جدی دارم بهت میگم، خیلی مسئله جالبیه، خیلی. چون به خاطر اینکه من اینو تجربه کردم ولی از طرف خودم نبوده. بهت میگم چی بوده. داستان چیه؟ ببین زیگموند فروید، خب آدم به هر حال همه میشناسنش، اینا کاری نداریم به اسمش و اینا، ولی یه چیز باحالی مطرح میکنه که توی روانشناسی خیلی مطرحه. زیگموند فروید میگه که آقا ما یه چیزی داریم به نام عقده اودیپ و عقده الکترا. عقده اودیپ برمیگرده به جنیتال استیج که اینا میان اینو میگن رنجش بین 3 تا 6 ساله تو بچه‌ها. تو این عقده اودیپ ذهن اون ضمیر ناخودآگاه رو میاد نگاه میکنه که میگه بچه‌های پسر بچه‌ها تو این رنج سنی، تو این جنیتال استیجی که اون تعریف کرده، یک ضمیر ناخودآگاهی دارن که یک گرایش جنسی به مادرشون دارن و پدرشون رو رقیب خودشون میدونن. حالا توی الکترالش به چه صورته؟ همینه، فقط از ساید دختره که دختر یه علاقه خیلی خاصی، اینا ناخودآگاه ها، خودآگاه نیست، علاقه خیلی خاصی به صورت جنسی به پدرش نشون میده و اینجا مادر رو رقیب میدونه. بعضی که من داشتم به این فکر میکردم، اینو اصلا کجا قبل برنامه داشتم پاهای زن تو نگاه میکردم، به این فرستاده بودی و نه جدی دارم میگم، گفتم خب اوکی عجب کیس خوبه که من اینو بپرسم. نه به خاطر اینکه مامانه اینجا خوشگله، بچه‌ها که هم پسرن هم دخترن. حالا سهیلم که توی محیط خوب بزرگ شده، پدر مادرش همیشه دیده. من خودم تو بچگی یکی از بچه‌های فامیل که یادم یه صحنه‌ای می‌خواست بره شیر خوردنش تموم شده بود، میگفت بیا بریم، من می‌خوام مامای مامانم بخورم، تو هم باش. بعد منم سعی می‌کردم خودم کوچیک‌تر از اون چیزی که هستم تو اون حالت بچگی نشون بدم. نمیدونستیم چرا، اصلاً گرایش جنسی نداشتیم، نه من نه اون، ولی میرفتیم از اون محیط گرم و نرم و من که نمی‌ذاشتن بخورم، من نگاه می‌کردم اون می‌خورد و لذت می‌بردم. تو تا حالا اینو تجربه نکردی که مثلا پسرت مثلا این شکلی میشه تو ذهنش، تو اون ضمیر ناخودآگاه
که مثلا الا میاد بیرون مثلا عجب پای سس بزن، بعد تو رو میبینه میگه بابا بره رو مخت. یعنی در این حال که بدونه که بدونه. نه ولی یه چیزی چند وقت پیش نوتیس کردم، همین اتفاقا تو همین سفر مکزیک هم که بودیم، چون توی هات تاپ که میشستیم تو بالکن، هات تاپش یه جوری ساخته شد که واسه 2 تا آدم بزرگ ساخته شد که بشن توش لش کنن، واسه همین 2 تا آدم گنده و 2 تا بچه هم مکسنس میکرد. بعد اتفاقی که میافتاد ما بچه‌ها میذاشتیم جای پاهامون، بعد پاشا خیلی داشت عاشقانه مثلا پاهای مامانشو ناز میکرد و من برام عجیب بود که آیا این چیزی که تو داری میگی و داره احساس میکنه، یعنی داره بزرگ میشه، یا این از منو داره کپی میکنه، میگه بابا وقتی میشه اینطوری میکنه مامی، منم اینطوری کنم که مامی حال کنه. ببین طبق این فرمول، خب طبق این فرمول بزرگ بشه از بین میره، یعنی زمانی که به بلوغ میرسه از بین میره. حالا اون دیگه یه تصمیم در حالت بلوغه که اون تصمیم بگیره که بگه اوکی منم به فایت پدر به خاطر مادر، یا نه اصلا نه. این حس یک چجوری پریکانشسنسه، یعنی یک حالتی وجود داره که طرف به صورت غریزی اینستینکتیولی این گرایشو داره و اینو من داشتم بهش فکر میکردم، گفتم خب اگر همچین چیزی هست و منم تجربهشو دیدم، من خودم به چشم اینو تجربهشو دیدم، قشنگ یادمه داشت چی کار میکرد، یادمه چه حالی میداد، ولی اصلا بهم بگی برگرد نمیتونم بگم جنسیه، اصلا نمیتونم بگم شق کردم، اصلا نداشتیم، ولی یه چیزی بود که میل به صورت ذاتی این حیوانات. چند سالگی شروع شد سکشوال بشه؟ من 7. من خیلی دیلی داشتم. من یادمه که من اولین باری که میتونم بهت بگم به صورت رسمی من وارد عرصه شدم تایمی بود که یه بازی انجام دادن خونه پدر بزرگ من، خیلی بزرگ بود، همه که جمع میشدن، من یه خاله داشتم خیلی خوشگل بود، یعنی از همه خوشگل‌تر بود، بعد تو فامیلم از همه خوشگل‌تر بود. بعد منم اینو هر وقت این میومد من حالم خوب اصلا انگار حقوق گرفتم، یه حس خوبی داشتم تو عالم بچگی. یادمه که از یه جایی چشامونو میبستیم، یه بازی بود چشم بسته، بعد سکوت کنی هر کی بره سمت میگرفتی و اسمشتو میگفتی. نه من ممر نمیشد بگیرم، ممر میگرفتم دیگه تمام وقت ممرمو میگرفتن، من اصلا میرفتم پاهای اینو میگرفتم، یعنی اصلا قضیه رابطه من و پا و اینا از اینجا شد، من میرفتم سری پاهای اینو میگرفتم و بو میکردم. این بوی تن این وجودیت این یک عطری داشت و این باعث میشد که من احساس کنم که یک فرقی کردم. از اون شروع شد، ولی علاوه این که بخوام بهت بگم که حالا من دارم میزنم، فکر میکنم توی این داستان مثلا 10 سالم اینا بود، بعد تازه توی 13-14 سالگی من تازه تجربه اولیه داشتم. تو واقعا تو 7 سالگی بهم گفتی آبت اومده؟ نه تو 7 سالگی میزدم و آبت نمیومد، همه قشنگیش این بود میزدی اوکی میدی تلاش میکردی، چون الان مثلا دیدی اینجوری میشه این پیچو اتفاق نمیافتاد، بعد تو این گیر میکردی و تا ورزش داشتی ببین اصلا به درد شروع کرد به درد که من چیزی گفتم توی جنگ چرا شکنجه نمیکنن اینطوری بزنن واسه کی وای نستن، یعنی انقدر درد داشت. میفهمی چی میگم؟ و تو اگه اینو قبل از اینکه بالغ شده باشی تجربه نکنی هیچ جوری دیگه نمیتونم بهت بگم، چون باید مثلا توی زیر 10 سالگی این کارو کرد، زیر 15 حالا هر وقت. من اولین بارم که این کار کردم به تشویق چند تا از همکلاسیان بود که معدلشون 20 و 19 بود. اونا همیشه الگو بودن توی کلاس، میگفتن بچه‌ها چیکار کنید حالتون خوبتر باشه، میگفتن بزنید. بعد من یه روز اومدم نشستم شروع کردم زدن، بعد ترسیده بودم اولش، یک واهمه داشتم که الان چه اتفاقی قراره بیفته. چی فکر کردی دفعه اول؟ من میکردم توی عروسک. نه به همون عروسکم فکر میکردی؟ تو مغز چوب پای خاله یا نمیکردم؟ نه پای خاله نبود، فقط این کارو میکردم. من احساس میکردم من باید برای اینکه پیشرفت کنم تو زندگیم آبمو بیارم، فقط به اومدنه فکر میکردم. چون هنوز هم میل جنسی نداشتم اون موقع. من خیلی تو دبیرستان خیلی هایپ شدم که بعد رابطه‌های متعدد با مامان دوستام داشتم، بعد اینا موفق بود. یک موفقیت راهی رو برای صدها موفقیت باز میکرد، نه موفقیت دوم. توی اون رنج سنی تو اگه بتونی لبخند رو روی چهره مادر زیبایی که از همکلاسیات، چون من تو منطقه خیلی با کلاس تهرانم تحصیل میکردم، لبخند رو به رو لب اون، تو علنا انگار همه رو هدشات کرده بودی.
یعنی من واقعا یادم سال دوم دبیرستان به دختر فکر نمی‌کردم، به مامان رفیقام فکر می‌کردم، نگاهش می‌کردم گفتم اوکی بعدی مامان تو ذهنم. واقعا من موفقم بودم یکی مامان من میثاق کرد ما هم کلاسی نبودیم. الان داره جبران میکنه فوشش الان داره میده. به خدا تو مکزیک زنگ زدی یه دقیقه من نگاه کردم مامانم نباشه، گفتم اصلا مامانم مکزیک نبودا، مامانم ونکوور بود، با این حال اینجوری نگاه کردم یه وقت نباشه. دقیقاً مامان سهیل الان تنها مزاحمی که داره منم، منو به چشم یه رقیب میدونه، خیلی بده، دوست نداشتم اینجوری باشه. آقا یه چیزی می‌خواستم تعریف کنم. اولا داستان اولین بار رو بذار واسط بگم اگه کسی نشینه، این خنده داره. من با پسرعمم شومبولانس بازی میکردیم، بعد خب دیگه از اون راه من به حال میرسیدم. بعد یه بار خونه بودم، تو همون بودم، گفتم که کاش الان این پسرعمم اینجا بود چه حالی میکردم. بعد گفتم یعنی چی؟ یعنی گی میکردیم با هم؟ ببین نه میرفتیم زیر مو، بعد یکی شباشو میکشید پایین، اون یکی دست میزد. خب بعد من از این کار خیلی بدم میومد که من دست بزنم، ولی اونو دست میزدم من عشق میکردم. بعد برای همین من مثلا یه دونه دو تا بیشتر اینجوری دست نمی‌زدم، بعد از اونها میگفتم که شما بیشتر دست بزنید. حالا اون دیگه اتفاقش میافتاد. بعد یه بار تو خونه تنها تو همون بودم، گفتم که کاش الان پسرم اینجا بود بهش گفتم دست بزنه. بعد خودم فکر کردم گفتم خب مگه چشامو ببندم، مغزم که نمیدونه کی داره دست میزنه، بذار من چشامو ببندم خودم دست بزنم، ولی فکر میکنم پسرم داره دست میزنه. اوکی. یعنی من اولین چیزم با خاطر پسرم الان پسرم چیزه هست تراره یه خانوم یه ازدواج که طلاق گرفت حفظ کنه. اوکی توی که ویدیو شنیده بود. آقا خیلی بده. یه داستان جدید تو ایران اتفاق افتاده، اینو پیروزی که بهم گفت، خودم به تو میخوام خیلی دوستان بگم. یه دختره شنیدی رفته با 4 نفر توی شمال فیلم درست کرده؟ آره شنیدم. خب این خیلی دختر رو حال کرده بودن که آره دختر بعد اینجوری حال پسر رو بگیره و از این حرفا. خواستم نظر راجع به این چیه که اگه کسی نمیدونه یه خانومی میره شمال با 4 تا مرد فیلم درست میکنه، بعد بالا میشه میره ترکیه به مردم میگه پول بدین وگرنه فیلمو پخش میکنن. مردم پول میدن، پولو که میگیره فیلمو هنوز پخش میکنه. بعد مردان دو تاشون زن داشتن و افتادن زندان و کثافت کاری دارن. میخواستم ببینم که نظر راجع به این چیه که دخترها، بعد دخترها خیلی مثلا خوشحال بودن که یه مثلا به دخترها خودم میگم یعنی چی؟ این نباید ساپورت بشیم. ما ببین چقدر حماله که این کارو اول کرده، بعد پولو خواسته آری دریوس بازیه، بعد پولو گرفته دوباره ریلیز کرده. اصلا توی لول چقدر این کار کثیفه. چرا دخترها خوشحالن از این؟ چه تنفری از مرد دارن که اینجوری داره میره جلو؟ این نظر تو رو بشنوم. ببین من اولش که یه چیزی من چیزی که دیدم برام یکی فرستاد، بعد یعنی یه پک کامل فیلم سوپر برام فرستاد که مربوط شد به این. بعد اینجوری بود که مثل که خودش رشتیه، بعد یه سری از ویدیوها استوری‌های کلوز فرنده که اصلا داره تو اینستاگرام میذاره، یعنی همزمان اون موقع لایو بوده. یعنی اینی که تو داری میگی که بعداً پخش کردهش من نمیدونم، چیزی که من دیدم انقدر بوده، زیاد پیگیری نکردم. ولی راجع به موضوعی که کلی داری میگی، اینی که مثلا یه نفر بره مثلا به 4 تا پسر بده، بعد این سیستم رو بخواد داشته باشه که من شما رو مثلا بدبخت کردم، من فکر نمی کنم توی کامیونیتی فارسی اگر سیستم قضایی و حکمشو بذاریم کنار، پسرها اتفاقا خیلی هم حال میکنن، میگن بعدن دیدی چه کلی داشت ما کردیمش. من فکر نمی کنم پسری باشه توی کامیونیتی ایرانی که بخواد بگه که خود امر به من ضربه زد، و بیشتر تو فرهنگ ایرانی ضربه رو نسبت به اون دختر میدونن، چون از این به بعد به پسرا که دیگه نمیگن تو میگن تو داشتی کردی، ولی به اون دختر تو ابد میگن. آها تو میگی به غیر از اون بخش قضاییشه، اون بخش قضاییشه. ولی اگر بحث قضاییش بیاد بیرون، پسرا اتفاقا همدیگه هم تشویق میکنن، میگن داداش اوف چه دافی زدی زمین، و تا ابد به اون دختره میگن من فکر میکنم کسی که باخت داده اینجا در اصل اونه، ولی داره پریتند میکنه که من مثلا بردم. شاید از لحاظ مثلا قضایی یا کریر آدما رو به دادن میگه من بردم، مثلا من اومدم یه کاری کردم شما کریر، چون میدونم یکیشون مثل این که چیز پرش روی مانع بدون دست بوده، چی بوده، یه ورزشکاری بوده یکیشون، میتونه اینا کریرشون بگه اوف به رفتیم مثلا این کاری کرده. ولی از لحاظ اصل کار شما به عنوان یک مرد اگر به غیر از محارمت تو خانواده هر کسی رو بکنی، مادرت لیوان شیرمزد هم پدرت هم بد میده، میگه باریکلا پسرم بازم بکن خوب میکنی.
یعنی فرهنگ ایرانی مدلیه به خاطر اختلافی که بین پسر و دختر داره. من اینجوری فکر میکنم. ولی اصل قضیه رو که تو گفتی علاوه غذایی، آره دودمان رو تو میتونه به باد بده. آره من کلا می‌خواستم راجع به همین الان با رضا صحبت بکنم. اول یه داستان می‌خوام تعریف کنم از خوشگل ترین دختری که تو زندگیم زدم. نمیدونم بعد اینو گفتم یا نه، فکر نمی‌کنم گفته باشم و خنده‌دار باشه. بعدش هم می‌خوام یه دونه نتیجه گیری بکنم راجع به همین دختر، چون به نظر من هیچی از مهمتر از دختربازی واسه ما نیست. حداقل تو چیزی که من تو رفیقا و این دور و بر دیدم، همه چی رو دختر میچرخه. حالا یکی میگه یکی نمیگه، ولی همه رو دخترن و هیچی هم مهمتر از انتخاب دختر نیست واسه زندگی. و من دو تا انتخاب بد داشتم. یعنی انتخاب بد داشتم دهنمو سرویس کرده. یه انتخاب معمولی داشتم هیچ کاری برام نکرده. یه انتخاب خوب داشتم خیلی پیشرفتم داده. یعنی دیدم که چقدر داشتن یه دونه پارتنر قوی چی کار میتونه بکنه و بعد چی کار میتونه بکنه. و واقعا میگم اگه خونسا باشه هیچ کاری واسط نمیکنه، نه بد میکنه نه خوب. خونسا هم میشه گفت جزء کاتگوری بد میتونی بذاری توی رابطه، چون میخوای که باشه که کمکت کنه. این داستان اگه مال مثلا 19 سالگی 20 سالگیمه. خب ما واسه اینکه پارتی کنیم و دختر بازی کنیم که دیگه اپ و مپ نبود که، واسه میرفتیم کلاب جمعه شبا و شنبه شبا دختر بلند کنیم. بعد توی کلاب بعضی موقع هر چند وقته با یه دختری می اومد که انقدر خوشگل بود همه میدونستن کیو داری میگی. تا میگفتی دختر دامن زرده همون یا دیدم وای خاک بر سرم، همه میدونستن کیه. هر هفته اتفاق نمیافتاد، چند وقت بار اتفاق میافتاد، خیلی خاص بود. یه کلاب وارد شدیم و یه دختره بود پشمریزون، اصلا نمی‌تونی باور کنم چقدر دختر خوشگله. که یه دوست دارم که واقعا شاید هفته با 5 دختر متفاوت میخوابه. خودش میگه دختره ونکوور تمام شدن برگشتم از نفر اول دوباره. اون هنوز میگه که سوید اون دختری که تو اون شب دیدی خوشگل ترین دختری که من تا حالا دیدم. خلاصه این دختره توی کلاب بود و یعنی منم این دختر که دیدم مثلا تخم ندارم برم طرفش، یعنی یه لولی بهت میگم که مثلا دختر من نگاه کنه خجالت میکشم. بعد دختره یه رفیق داشتیم اون موقع خیلی زاخار بود، همیشه زاخار بود، اون موقع هم زاخار بود. بعد میرفت هرچی دختر زشت هندی در داغون رو پیدا میکرد میومد میگفت میرفت لب میگرفت. بعد همین میگفت یکی لب گرفتم، 2 تا لب گرفتم. یه جا من گفت آقا 5 تا لب گرفتم، 3 تا لب گرفتم، نمیدونم چی بود. گفتم دهن ما رو سرویس کردی. این دختره که تو ماچ میکنی و مسواک به زور میره تو دهنش. تو یکی بار لب بگی که ارزش داشته باشه، بعد بیاد چیزشو بیاد چوسیشو بیاد. مثلا فکر کن افتخاره. بعد گفت من هر کیو بگی لب میگیرم، بگو یک انتخاب کن. تا اینو انتخاب کن یا همه ما دو سفید رو نشون دادیم، یه دامن سفید تنش زرده. حالا زرده مثال بود ولی واقعیت سفید تنش بود. اوکی اینقدر چه حیوانیه، حتی دامنش هم به من نمیگه رنگشو قهوه. چون میگن رضا میره تو گوگل دختر زرده. آقا همه گفتن دختر سفیده. بعد گفتش کو، بعد گفتیم اونها. بعد گفت اوکی، رفت طرف دختره. ما هم همه داریم نگاه میکنیم که دختر الان کم بزنه بهشو. این که رفت طرفش باهاش حرف بزنه اینجوری رفت طرفش، اینجوری دستشو کشیدش، یعنی انداختش هولش دختر پسرا رو عقب. بعد اومد یه قدم جلوتر. بعد به من نگاه کرد، اینطوری کرد. خب بعد این ریاکشن واقعی منه. بعد دوباره تو چشم نگاه کرد، دوباره اینطوری کرد. این ریاکشن دوم منه. اوکی. پشت من که دیواره، به کی داره اشاره میکنه؟ بعد دختره اینجوری کرد. بعد ریاکشن سومم. منو میگی دیوونه کوری، چه اتفاقی داره میفته؟ بعد گفتش که بعد آره اینجوری بیا. بعد هم طرفش شروع کرد با من. بعد که من صدا کردم هم طرفش، گفتم اوکی این احتمالاً هوس کرده مشروب بخوره، نگاه کرده دیده مثلا کی الان یه اشاره کنه براش مشروب میخره، منو پیدا کرده. منم سعی دستم کردم تو کیفونم آماده و گفتم پیش دختر گفتم که مشروب چی میخوری؟ گفت من مشروب خوردم، تو مشروب میخوای؟ نه گفت من مشروب خوردم، تو چی میخوری؟ گفتم که من اینو میخورم، سایدر میخورم. گفتم سایدر میخورم. بعد گفت اوکی، رفت تو بار برای من سایدر گرفت آورد. بعد من دیگه ریدم تو خودم، گفتم دیگه هیچی میک سنس نمیکنه.
آقا این دختر با ما رقصید، هر چی گفت من این سگ بغلش پاپی بالا پایین میپریدم. تا شب شد یکی رفیقاشو گفت بگو ماشین رو بیار. دختر رفت یه دونه بی ام دبلیو آورد و نشون، اومد جلوی کلاب. من و دختر رفتیم نشستیم پشت ماشین. بعد به دختر گفت این پسر خوبیه، باش آشنا شدم و سهیل اسمش، یه حرفون. دختر گفت آره مثلا وایب خوبی داره پسره. بعد دختر به اون گفت که دوستش گفتش که ببرم بیارمش خونه. بعد دوستش گفتش آره به نظر من بیار. بعد خب فکر گفت نه من دوست ندارم این نفر شب اول میبینم ببرم خونه، نمیتونم. گفتم اوکی. اما ماشین پیاده شدم رفتم. این شد یکی از خفن ترین شبای زندگی ما. آقا یه هفته گذشت رفتیم دوباره همین کلاب. وارد شدم دیدم همین دختره وایساده اونجا و باورم لباسش هم سبز بود، نفر یادم میاد. بعد کنار یه دیوار وایساده، تکیه داده به دیوار، 2 تا پسر مثلا قد 2 متری وایسادن. سال 2000 یارو لباس تور پوشیده بود، یعنی ببین چه هیکلی داشت. اینجوری وایساده بودن 2 تا پسرا، دخترم لاک شده بود توی اینا تو دیوار. بعد اینجوری من رد شدم، خب دیدمش، یه سلام بهش کردم و رو کردم اینا که ببینیم خب چیز خودمونو بخوریم دیگه، گوه خودمونو بخوریم. دختره تا اینا رو دید اینجوری اینا رو زد کنار، اومد طرف من. بعد گفت هنوز سایدر میخوری؟ گفتم آره. رفت برام 2 تا سایدر خرید. بعد من اصلا نمیفهمیدم آخه چرا، چه اتفاقی داره میفته. خلاصه آقا سایدره رو دادیم و خوردیم و شب رقصیدیم و از این حرفا. دوباره امشب گوش تو ماشین و امشب منو برد خونه و رفتیم تو اتاق خوابش. درو بست گفت من یه دقیقه برم بیرون بیام. رفت بیرون. من نگاه کردم پنجره رو باز کردم، یه خورده لاشو باز کردم که بتونم سریع بزنم بالا فرار کنم. گفتم حتما یه سیاپوس از اونجا میاد یا کلیه میخواد یا یه چیزی. من اصلا شاید داشته، من بودم میگفتم من در هر صورت گفتم یه اتفاق بعد قراره بیفته، من آماده فرار باشم. یه دونه بغل تختی هم بود، گفت یعنی آباژور، گفتم که اینو میتونم وردم بزنم و از دفعه آماده بودم. اینجوری آماده جنگ و فرار بودم. در باشه 2 دختره اومد تو اتاق گفت تو هنوز لباس تنته؟ خب پس بذار من شروع کنم. بعد اینجوری آهنگ گذاشت شروع کرد رقصیدن و لباس در آوردن. بعد خلاصه بوم چیگی بوم اتفاق افتاد، کار تموم شد. بعد من گفت خب بیا بغل من بخواب. گفتم نه من باید برم. چقدر طول کشید؟ 10 ثانیه 7 ثانیه نه نمیدونم خیلی. ما ایرانی‌ها حقمون رو میخور. خب من میدونستم آبرون رو میبری. خب نه آبرون که برده بودم، اصلا نمیفهم چه اتفاقی داره میفته. بعد دختره گفت شب بمون پیشم. گفتم نه چون فکر می‌کنم بخوابم با همون سیاهی که تو میگی میاد. بازم فرار کردم رفتم خونه. ولی تا امروز نمیدونم چرا اون دختر ما رو بلند کرد، بچه باز بود چی بود، ولی عجب چیزی بود واقعا. بعد ببینم نگو که به خاطر ترس و اینا نخوردی براش. نه همه کار کردم. مثلا اون موقع تو سنی بودی که هم مثلا نمیفهمیدی مریضی وجود داره و تمیزی اصلا. اوکی انقدر حشری بودی. اوکی خب خوبه. نه اللحاظ که خب ببین اینجوریه اتفاقا. چیزی که تو داری میگی خیلی نکته جالبیه. آدما خودشون رو جوری از دید دیگران میبینن و قضاوت میکنن که خودشون، یعنی انگار که فکر میکنن طرف مقابل خودشونه و اونجوری که اونا خودشونو میبینن میسنجه و قضاوت میکنن. مثلا طرفی من چه دماغم چقدر تخمیه میره عمل میکنه، همه‌اش چقدر زشت شدی. بعد میگه من نمیگفتید؟ ما کی گفتیم؟ ما به تو چیزی گفتیم؟ طرف خودش آدم تو خودش میگرده دنبال این که مثلا من اینجوری و نسبت به اون تجربه‌ای که کرده، چیزایی که تو زندگیش دیده. ولی مثلا من اینجا احساس میکنم تو بین اون رفیقایی که بودی همه چهارشونه‌تر و قد بلندتر بودی با این قد و کلس که داری. آره موقع بودم. من احساس میکنم اون زنم دنبال پسر مؤدب چهارشونه همچین کمرپر میگشته که بتونه حالا تو اون پریود تایمی تو اون جایی که هست باهاش حال بکنه و یهو جذب تویی شده که اون پشت وایسادی و این پشت میگم این المانو میتونه اینا رو جورچینه تو ذهنش چیده باشه و تو رو با فیست حال کرده، با تون صدات رفتارت حال کرده، اوکی بوده و اینکه خودش شاید اونقدر براش مهم نبوده. تو فکر میکنی آدمای خیلی خوب، مثلا فکر میکنی آنجلینا جولی نمیگوزه تو خلوت خودش، آروغ نمیزنه، دسته میکنه لای کونش این گومبلیا دراره. ما نباید اینا رو فاکتور بگیریم، ما باید اینا رو بدونیم که واسه همینه. یکی روشایی که من میرم تو دل همه همینه. من فکر میکنم تو مینی چت
با گوز و آراغ نزدیک به 20 تا شماره که گرفتم با گوز و آراغ اومده گوزیدم. یعنی هیچی واسه دست دادن نداری سوال تو این لحظه. یعنی علنا طرف طوری مدت میبینه ولی تهش داره بهت شماره میده به خاطر اینکه طرفو خلع سلام میکنی. ولی وقتی میخوای از خودت خیلی بگی دارم، اون موقع مقابل دارا کم میاری. ولی وقتی اصلا قرار نیست بگی دارم، صورت مسئله عوض میشه. صورت مسئله کلا عوض میشه. بعد فکر کن اعتماد به نفس هم داشته باشی، نور الان نور. و من فکر میکنم تو الان بهت پیشنهادهای بیشتری میشه نسبت به گذشته. خیلی آدما توی میگن آقا ما جوان بودیم یه عالم حالش کردن همش جوان، ولی کلا میگن آقا جوانی مثلا تو جوانی مثلا فلان کرد 17 18 سالم بود فلان میکردیم دیگه اما گذشته. ولی یه سریال رو میبینی مثلا یارو تو آخرین لحظه عمرش داره زیر میمیره. مثلا حاج آقا مثلا 74 سالش بوده، مثلا یه مدلی بوده تو ایتالیا مثلا زیر مرده، مثلا زیر دختر 16 ساله جان به جان آفرین تسلیم کرده. خب یه سری اینجوریه. من احساس میکنم که تو از اون مدل آدمایی هستی که همیشه هایپی، همیشه انرژی داری و همیشه یه چیزی تو چشات انگار واسه ارائه است. یعنی آدم تو چشات نگاه میکنه خسته نمیشه، دنبال یه مدل دیگه جدید میگرده. احساس میکنم که الان مثلا یه کاری میکنه، الان یه حرکتی میخواد بزنه. این احساس آدمو خسته نمیکنه. نگاه میکنی باعث میشه که فیس داینامیک داشته باشه، فیست مثلا بیروح نباشه، فیست رو جذاب میکنه و همه چی جالب به نظر میاد. تو از این آدما هستی و احساس میکنم که تو همیشه مخاطب داری. همیشه آدمایی هستن که سوال اقتصادی کیسشونه. حتی سهیل 67 ساله واسه یه رنج جوانهایی یه تایپ از کیسیه که حالا شاید اون بازه زمانی که باشن کوتاه‌تره. فقط النا دستبال تو رو بسته. اگه تو اون لحظه داستانی که النا از یه مریضی خیلی خاص کمیاب سختی رنج دست داده و من این داستانی که استفاده میکنم دختر جدید پیکاپ کنم. این چیزی که نه 3 سال من دارم احیای قلبی میکنم ان شاءالله. نه احتیاج داری مرده باشه. بیمه عمر داره که من تو دعاتیم مردم میکردم. خب اوکی مرده دیگه من کاری ندارم. من با رسما آسان من از جایی میام که خر مرده کردم به اینجا رسیدم. همینقدر که این کریر دارم پس نمیم تو دارم حرف میزنم. آقا بچه حالا چیز جالب این داستانو اینو گوش بده. این تمام این حرفا رو زدم، خوشیا و این حرفا رو بزنم که ببین بعضی موقع یه آدمای دستت میفته، مثلا این دختری که مثلا من حالا اون از من خوشش اومده به دلیلی که رضا مثلا حد زد، من از اون که خوشم اومده واسه دلیلی که کاملا مشخصه که همه پسرا تو کفش بودن و مثلا یه موقع یه پسری مثل من یه همچین کسی رو ببینه شاید دیگه ولش نکنه، میگه دیدی چی بود، میچسبه بهش و زندگیشون رو با اون ساختن به خاطر اینکه اون لحظه دقیقه به قول حشرش میزنه بالا. حالا 50% قضیه است. اونم مگه اینطوریه؟ نه میگم بعضی موقع اتفاق میفته دیگه. یعنی میگم اکثر موقع ها وقتی یه چیزی به این خاصی آدمو پیدا میکنن میچسبن روش و میخوان نگرش دارن، چون فکر میکنن که خیلی خفنه و به خاطر اون یه دونه موضوع همه چی دیگه میذاره کنار. یعنی مثلا یه ایراد داره، یه ایراد داره اینجا حرفت. اینو با یه درصد خیلی بالایی بهت میگم. یعنی واقعا میشه بهش استناد کرد. یعنی از فکت دارم بهت میگم. میل به امتحان کردن آدما برخلاف چیزی که به صورت سنتی و کالچورال به ما مردم میگن، بیشتر زنا خیلی میل بیشتری دارن واسه وان نایت، واسه یک بار تجربه، واسه این که بگن اینم اسیر خودم میکنن. چون رویه‌ای که زن میره سمت مرد رویه شکاری نیستش که ما مردا داریم. برنامه اونا رویهشون روانیه، میخوان شخصیت تو رو مجبور بکنن بیاد در یک جایی قرار بگیره نسبت به خودشون که مثلا نگاه می‌کنم اینو می‌بینین داش لیست میزنه. ما فکر میکنیم داریم میکنیم. واسه همین تو فرهنگ انگلیسی هم زن به مرد میگه میخوام بکنمت، هم مرد به زن میگه میخوام بکنمت. ولی ما تو فارسی میگیم میخوام بهت بدم، میخوام بکنی. اینجا یک ارجحیتی فرهنگ شرق داره که ولی تو هر جایی از فرهنگ انگلیسی رو قرار ببینیم میگه میخوای بکنمت، زن میگه رو به کار میبره. یعنی منم دارم تو رو میکنم، یعنی عمل پایا پای. واسه همین اینجا بیشتر میشه استناد کرد به این فرهنگ که زنها هم دارن ما رو میکنن. یعنی با این نگاه اگه بهش نگاه بکنی اون زن شاید تو اون لحظه دوستش تو رو بکنه. نه اون که دفینیتلی مثلا اون رئیس داستان اون بود، ولی دارم میگم
اگر اون اجازه میداد که به من بگه آقا من میخوام تو زندگی نگه دارم، یه آدمی تو موقعیت من احتمال داره بپره روی اون اپورتونتی، میگه من میتونم با همچین آدمی باشم، میخوام بمونم. من میخوام همینو بگم، میخوام این آدما یه خورده انتخاب کردنشون رو قوی تر کنن. یه مثالی الان میخوام بزنم. النا توی یه دونه کمپانی کار میکنه که کلا 2 نفرن، یعنی یه نفر رئیس کمپانی، یه نفرم الناست. اینا کارشونه که خونه‌هایی که میخوان بفروشن و میگن چند قراره فروش بره. من عاشق این کاتگوری 2 نفر تو چیز کار میکنن میذارم. این آقای مثلا 70 سالشه و یه خونه خفن داره رو به اقیانوس، یه دونه ویلای خیلی خفن داره رو به یه دونه دریاچه بزرگ، 7-8 تا خونه داره، 7-8 تا آفیس داره، یه کمپانی داره که مورگیج میده، 17-18 میلیون دلار اونجا پول اینوستمنت دارن. بعد نمیدونم یه کمپانی دیگه داره، یه گوی دیگه میخوره، اینم کمپانی سومشه. بعد این کمپانی که هر روز توش هسته شد، آفیسش این توه و میگم یه النا واقعا لازم نداره، یعنی کار النا رو چت جی پی تی نه اکسل میتونه انجام بده. یعنی چت جی پی تی خیلی ادوانس تر از چیزی، یعنی واسه همین اون که خیلی ادوانس. یارو کاپی پیست بلد نیست تو کامپیوتر، به خاطر این احتیاج داره که اونجا مثلا کامپیوتر روشن کنه و دکمه پرینت بزنه اینا. النا به ریال استیت رب داره، میره اونجا یه 4 ساعت در روز بعضی هفته 2-3 بار اونو کمک میکنه و علاوه این که توی کارش رب داره و به قول معروف ادوکیتد تر میشه توی اون کارش. خونه که میخواد بفروشه رو عاقلانه تر میتونه بفروشه. البته اینم یه ساید نوت بگم، فعلا هم تو واقعا آدمای ایرانی، آقا ما یه رفیق داریم، این یارو یه خونه خرید، یعنی توی خونه زندگی میکرد، یه خونه درب داغون، بچه‌ش هم متاسفانه مشکل داره و نمیتونه پله ها بره بالا و این خونه 2 طبقه بود، دهنش بعد جرثقیل دست کردن که بچه رو ببره بالا پایین. بعد من اومدم بهش گفتم که آقا تو بیا خونه رو جرثقیل یا بالابر؟ بچه‌ش فیله. نه بالابر. بعد به پله ها وصل میشه، بغل پله اینجوری میده بالا. دیدم این گفتم. گفتم که آقا بیا خونه تو بفروش، من خونه واسه صاف بگیرم فلان کنم و زندگیتو عوض کنم. گفت من نمیتونم. گفتم کارت من برات با آشناییت راه میندازم. خلاصه من با آشناییت، یعنی اگه هیچ کسی به غصب من کارش نمیتونستش بکنه، منظورم اینه. من باش این کارو انجام دادم، این خونه‌شو فروختم، یه خونه براش جدید گرفتم، بعد توی خونه‌اش واسه 2 تا مستاجر گرفتم، دیگه خودش نباید مورگیج میداد، مستاجرش مورگیجشو میدن. خونه‌شو واسش خریدم 900 تا، بعد قیمتش شد 1.5. حالا این میاد به النا مسیج میزنه که آقا من خونم چند میارزه الان. النا بهش میگه 1.5 میلیون. چون هم واسه این کمپانی کار میکنه، النا خیلی حرفه‌ای شده، به هم اینجا به درش میخوره. بهش میگه 1.5 میلیون خونه تو میارزه. میگه من برای یه کاری میخوام بکنم، برای اون کار 1,750,000 لازم دارم. النا میگه خب اوکی، بس بعد مثلا وایسی 6 ماه یه سال دیگه نمیدونم کی قراره برسه، ولی الان نیست اونجا. میگه اوکی. بعد میره به یه ریلتور دیگه، میگه ریلتور میگه اوکی من برای 1,750 میفروشم. بعد این اولاغ بلند میشه میره پیش اون خونه رو لیست میکنی 1,750. بعد تو خونه رو با کسی لیست میکنی تا 3 ماه گیرشی، توی کانترکت می‌نویسی که تا 3 ماه آینده خونه تو من فقط میتونم بفروشم. خونه‌شو لیست میکنی 1,750، یه ماه میشینه هیچ کی نمیخره. بعد میکنن 1,650، یه ماه میشینه هیچ کی نمیخره. میره میگه اگه میخوایم بفروشیم بعد 1.5 بفروشیم. اونا هم دیگه تو داستان گیر کردن، میگن اوکی بذار 1.5 میذاره 1.5 میفروشه. اینجا خانم من، رفیق من، یعنی خانمم میاد به رفیق من میگه که ببین تو اگه واسه سهیل، واسه موموکو، واسه پاشا اندازه گوه ارزش قائل بودی، یه زنگ به ما میزدی میگفتی داری این کارو میکنی. خب احمق، اگه تو اصرارش خونه تو 1 مثلا که من خونم الان چند میارزه 2 میلیون، لیست کن 6 میلیون. خب معلومه هیچ کی نمیخره. لیست کن 7 سال دیگه 6 میلیون کسی نمیخرهش. یعنی با این روش یه آدم بزرگ و گول زدن که خونه چند میارزه 1.5، من 1,750 میخوام. خب اوکی من 1,750 میذارم. اوکی. بعد 2 ماه بعدش هم رفته با یارو و نزدیک 30-40 $، از خانم من بیزنسش ضربه زده بهش. مثلا میگم که ببین اگه اصلا من نبودم این آدم به هیچ چی نمیرسید. این آدم به همه چی هم رسید، باز ما رو تخمش حساب نکرد که بیاد بگه آقا من رو مرام، اصلا دوستان این رفیق واسه رفیق من این کارو بکنه، رو مرام این که آقا من ضرر کردم، من هر چی دارم به خاطر این دیوسه، این اومد به من آیدیا رو داد، این اومد کار من رو درست کرد، این اومد خونه رو واسه من پیدا کرد. زندگی من هر دفعه رفتم میگه خودش میگفت هر دفعه میام تو خونه تو شکرت میکنم چون بچه‌م نباید از پله بره بالا. میدونی حرف خودش بود واسه من اینا رو میزد. بعد خب مادر وقتی این حرفا نمیزنی چون موقعی که جدیه نمیای نشون بدی، موقع حرف فقط همیشه از هر روز شوک کردنت. اشتباه میگم رضا؟
نه همین ببین، سودجویی یه چیزیه که مثل حشریت میمونه، آدم رو یه جوری حشری میکنه. مثلا تو حالا این که داریم میگی تو خونه است، مثلا میبینی یه سری رابطه ها سر $1000 به هم میخوره. چون میبینی مثلا 20 سال مثلا رفاقت یه عده آدم با هم دیگه مثلا سر مثلا $1000 بالا پایین شدن به هم میخوره و دیگه هم به هم بر نمیگردن. یعنی پافشاری روی، چون اصولا زندگی میکنن که وینر باشن و همه رو رقیب میدونن. یعنی ذات این آدم ها که توده مردم هستن اینه که آقا همه رقیبن، ولی ما چرا خاموش میریم جلو تا جایی که بتونیم منفعت یا سود بهتری ببریم. اوکی مثلا میایم دم سهیل هم میبینیم، بهش یه حالی هم میدیم، ولی حاله انگار که مثلا من جای تخمی رو کاشتم بعدن میوه میده. سهیل مثل یه درختی میمونه که من میوه قراره به من بده، باید حالا یه چیزی به منم بده. یعنی حتی اگه لطفی هم بهت بکنن آدم ها میگن خب حالا ما چی؟ مثلا ما هم هستیم، یعنی از منافع تو باید به اونا برسه. ولی در مواردی که تو ضرر میکنی یا تنها هستی، جایی که تو فقط نیاز انسانی داری، میبینی که بیزیان، شلوغن، اولویت دارن، خونواده، کارم. چون این یه چیز واقعا چرت و پرتیه. من دقیقا همین مورد رو که دارم میگم با یکی از فامیلام داشتم که توی ایتالیاست. یه کاری قرار بودیم بکنه، بعد باش طی کرده بودم که آقا تو باید این کار رو انجام بدی، میتونی؟ گفت آره. گفتم مطمئن؟ گفت آره. بعد مدت یه اشکالاتی پیش اومد که فکر کرد کاری که من دارم میگم اون صورتی کردم جدی نیست، اولویت منو گذاشت کنار. بعد یک ماه من پیام داد ببخشید من کار داشتم. گفتم نه ترامپ هم روزی 2 ساعت فریه، تو که سگ کسی نیستی. نگو ببخشید کار داشتم، بگو ببخشید کردم، موقعا جوابتو میدادم. حرفت خیلی تو نه درسته. آنستی، نه آدم خوبی هستی، خطرناکی، من باید فاصله میگیرم. این واقعا یه مسئله‌ای که همه جا فکر میکنم هست، تو کف لس آنجلس هم هست. حالا خود من و تو هفته پیش با هم یه دونه داستان داشتیم و من وقتی که فهمیدم اشتباه، نه که وقتی فهمیدم، وقتی که از اولش میدونستم اشتباهی منه، ولی وقتی که دیگه آروم شدم 2-3 بار بعد از اینکه داستانم شد ازت معذرت خواهی کردم. خب من این داستانی که گفتی آدما میخوان همیشه برنده باشن رو ندارم. من میخوام همیشه آدما خوشحال باشن. و این حرف تو درسته، آدما میخوان برنده باشن و برنده بودن براشون مهمتره. من برام مهمه آدما خوشحال باشن. خیلی جالبه. ببین اتفاقا رو مسئله که صحبت می‌کنی، من و سهیل با هم دیگه مسئله داشتیم، بعد یه کاری انجام میدادیم، بعد اینجا $86 رو اشتباه سهیل جابجا میکنه و بعد که صحبت میکنیم یک سری صحبت‌های من با سهیل میکنن که آدم که سهیل، من داشتم از ساید اتفاقی که افتاده میگفتم، سهیل فکر میکرد که این مرام رضاه، در صورتی که اینو اشتباه گرفته بود با مرام رضا. من فکر می‌کردم اینجوری شده، مثلا اینجوری هم هست، این مدل میتونه بشه. بعد سوال مثلا فکر کرد که منم از اون آدما هستم که الان که مثلا حالا گند زدیم، من خودم دارم میکشم کنار و میگم که خب تو رفتی جلو دیگه. این حساب نمی‌کنم که سوال به حرف من رفته اصلا این کار انجام داده. و بعد که با هم صحبت کردیم، هم سوال فهمید که من اینجوری نیستم و الکی بی خودی از منم معذرت خواهی کرد به خاطر اینکه فکر میکرد که نه خدایی نیاز نبود. ولی شخصیت ها به هم نشون داده میشه. ولی رابطه همون فکر کنم قوی تر شد. اصلا این داستان قوی تر میکنه از اینجا شروع شد. اون آره الان ننه من که رو لباس توه دقیقاً علتش به خاطر ننه تو عشق نزن تو رابطه. نه واقعا به خاطر اینه که نشون، چون این خیلی خوبه. میگن که این ایرانیای قدیمی هم میگن رفیق تو کسی که باهات هست و توی سفر یا توی مشکلات بشناس. من دقیقاً یه چیز جالب برات مثال بزنم. من با یه آدمی که یکی از دوستامه، من خیلی کم سفر میرم و اینا و کلن خیلی کم شده و خیلی هم بیشتر داره کم میشه. میلم به تکنولوژی خیلی زیادتر شده و بیشتر از مغزم کار میکشم، حال میکنم تا از فیزیکم. و مثلا یه جایی هم میرم یه هوایی بهم میخوره، حالا اینم بهت بگم، سریع فروکش میکنه، این ارضا شدن جنسی. مثلا او عجب جای توپیه، خیلی خوب بریم.
وقت داره میره. حالا بعد برم اون کار من علاقه‌مندم برگردم تو اون کاری که داشتم انجام میدم، چون کاری که انجام میدم ته نداره، نه ساینس ته داره، نه سرچ کردن، نه تکنولوژی. خیلی حال میکنم و هر روز گجتامو دارم بیشتر میکنم. مثلا میبینم که آدمای مثلا دور و برم هر روز مثلا ماشینشون رو بهتر میکنن، خونهشون رو بهتر میکنن. من هر روز دارم میبینم که پولم داره هزینه میشه بابت یه گجت، بابت یه اپلیکیشن. اینجوری من اوکی تر هستم. ولی با این آدم ما رفتیم سفر، به خاطر اینکه خیلی وقت بود قول داده بودم آقا بریم. بعد 1 سال من رفتم سفر. توی سفر فهمیدم چه فاجعه ایه. توی مستیش، توی موقعیتی که 2-1 مقابل یه دختر قرار گرفته بودن که یه دختر از سمت من بود اومده بود اونجا و من بهشون گفته بودم که آقا این دختر اومده اینجا به دلایلی خوره حال هواش عوض شه، هست دیگه، بهتره که کاری به کارش نشوشی چون یکم سایکوه و من اینو آوردم اینجا خور حالش خوب بشه. یعنی با یه تیر 2 تا نشون بزنیم. قبل بهشون گفتم، مست کردن، سر خوابیدن باهاش همدیگر رو زدن 2 تا پسر و من اینا رو نگاه میکردم و بعد میمدن برای من دلیل میتراشیدن و حال منو به هم میزدن. حال منو از این به هم میگم که من چی از اینا ساخته بودم نسبت به مثلا علمی که دارن، چیزی که دارن. دیدم که چقدر راحت اینا برگشتن به همون اصل غریزیشون که مثل 2 تا شیر سر 2 تا کفتار سر مثلا یه ماده داشتن با هم دیگه. گفتم خب من دیگه هم چیکار نمی‌کنم. خیلی زود با آدم شناخت میده، خیلی زود آدمو خودشون رو لو میدن. مثلا برنامه بفرمایید شما که تو شرکت میکردی خیلی جالبه. انقدر یه سری احمق بودن که جلو هم میگفتن عالی بود، خیلی خوب بود، نایس، چقدر میزبان خوب بودید. بعد میرفتن تو اتاق میگفتن عجب مادر بود، غذاش هم شور بود. این قرار پخش بشه، تو میگی نمیدونی قرار پخش بشه. یعنی حتی سیاست و اون پالیتیکش هم ندارن. دقیقا میکنی خیلی زود خودشونو توی خفا و توی پیچش‌های زندگی و مثلا سر $4,000 $20,000 چقدر جایزه مثلا میان میگن من که اونو پاره که دنبال پاره کردن. این بفرمایید شما دقیقا ذات فرهنگ ما رو نشون میده که یک ایرانیایی که فکر میکنن از ایران رفتم و من فارگات کردم الان فلان، هیچ انی نیست، هیچ فرقی با اون بچه‌هایی که توی شاب دلعظیم الان دارن تو قهوه خونه قلیون میکشن هیچ فرقی نداره. خودتون رو گول نزنید. شما نمیتونید ذاتتون رو عوض کنید. بابا میگم یارو منو دعوت کرده خونش واسه زن روسیه، من کله پاچه درست کرده. گاوا نکن تو چه لولی. این که خوبه، این که تازه خوبه، باز یه کاری کرده. خب ولی عموما اینه که حالا من بحثای دیگه که دارم نگاه میکنم چه تو بحثای مثلا سیاسی و اجتماعی میبینم که آقا همه دارن چونه هم میذارن. منم اومدم وسط، بریم چونه هم بذاریم. من نیتم این نیستا، ولی منم بازی. یعنی همه همینن. یعنی اونی که ریشش سفیده و ادعا میکنه من پیر فرزانم همینه، اونی که جوونه همینه و شو منم همینه. حداقل برای من این مشخصه که این شوه. یعنی حداقل برای من تو زندگی مشخصه که قدر رفیقامو بدونم، به خاطر اینکه شاید به خاطر اینکه سخت بزرگ شدم و خیلی راحت چیزایی که داشتم و تو زندگی من دست دادم. رفاقتی با مثل رفاقت من با سهیل اقتصادی که پیش اومده و این فاصله فیزیکی من و سهیل باعث شده که خیلی ها مثلا حمله بکنن به من، به سهیل، ما رو مقایسه کنن. تو این آوردی بالا، این تو رو آورده بالا، این وریه اون وریه. وقتی که هنوز میشیدم با سهیل حرف میزنم و هر روز داریم به سمت پیرتر شدن میریم و ثبات و تهنشینی میاد، خیلی به جای اینکه هر روز فکر تریک کردن و چیت کردن باشم، به فکر اینم که یه نفری رو دارم یه جا هر موقع برم پیشش، برخلاف تمام کاستومرایی که داره بهشون ادوایز میده، هر ادوایزی رو بخوام بهم میده و غذای داغ میذاره جلوم بدون چشداش. اینو دارم درش بستم تو دلمه. به این میگن اندوخته زندگی. آدمای بیرون اندوخته زندگی ندارن، میدونن به خاطر کارهایی که کردن با دیگران هر جایی که توی یک چاه بیفتن همه میخوان لغتشون کنن برن پایین. اینجوری زندگی میکنن. واسه همینه که سطح انگزایتی و استرس توی جامعه‌های شرقی مثل ایران به شدت بالاست.
همه استراب و دلهره دارن، همه دلشوره دارن، همه واهمه دارن، چون هر کاری رو برای پیشرفت انجام میدن تهش به این میرسه یکی رو فیلد کنن، یکی رو بزنن و اینا وقتی جمع میشه اینا خواب ندارن. واسه میگن که تو ایران خیلی مطرحه، اگه از جوانای داخل ایران میاری بپرسی خیلی مطرحه که پولدارا نمیتونن راحت سرشون بزنن رو بالش بخوابن. شاید به خاطر اون منرشون نیست، شاید اصلا منری نیست، اتیکی وجود نداره به اون صورت. اینا از ترس کونشونه. حداقل من میدونم که ترس کونی از سهیل ندارم و سهیل اینو میدونه. سهیل میدونه که اگر کاری که مثلا نتونه انجام بده، دستش نرسه، دستش نشوشه، رضا فرشته هست که اینجا انجام میده. بعد باقی موندن این نوع رفاقت و لایه لایه شدن این در حالی که همه دارن سعی میکنن این رفاقت ها رو نابود بکنن جالب. این خیلی قضیه جالب و شیرین میکنه.